بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در ادامه الگوهای ادامه دهنده امروز میرسیم به الگوی مستطیل. قبلا توضیح داده بودیم که ما سه نوع روند توی بازار داریم: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی یا روند ساید. و گفته بودیم که برای معامله تو بازار بورس ایران ما فقط وارد روندهای صعودی میشیم، بعضی مواقع اجازه داریم وارد روندهای خنثی یا ساید هم بشیم. حالا کجا میتونیم وارد روندهای خنثی یا ساید بشیم؟ گاهی اوقات حرکت قیمت یه شکلی رو روی نمودار تشکیل میده که خیلی شبیه به یک مستطیل هست. شناسایی کردن این الگوی مستطیل میتونه به ما کمک کنه برای گرفتن یه سود خوب. حالا این الگوی مستطیل چجوری شکل میگیره؟ ما ببینیم که نمودار قیمت روی یک عدد خاص داره حمایت میشه، چند بار میاد به این عدد خاص میرسه، حمایت میشه و رو به بالا حرکت میکنه و بعد از حمایت شدن میبینیم روی یک عدد خاص دوباره داره مقاومت میشه نسبت به افزایش قیمت و این حمایت و مقاومت متناوب داره تکرار میشه که به این الگویی که شکل میگیره میگیم الگوی مستطیل. بریم روی نمودار ببینیم الگوی مستطیل چه شکلیه. خب ما الان توی نمودار سهم کلور هستیم. میبینیم که اینجا یک محدوده حمایتی داریم، چند بار به این محدوده واکنش نشون داده شده و اینجا هم یه محدوده مقاومتی داریم که میبینیم مقاومت انجام شده و یه شکل مستطیل رو میتونیم داشته باشیم. یه شکل مستطیل به این شکل میتونیم داشته باشیم که این مستطیل میبینیم رو به پایین شکسته شده و به اندازه عرض مستطیل میبینیم که نمودار رو به پایین حرکت کرده و حالا حمایت شده بعدش. سهم بعدی که در موردش صحبت میخوایم بکنیم سهم فسازان هست. باز میبینیم یک محدوده حمایتی اینجا داریم که دو بار حمایت شده، اینجا محدوده مقاومتیمون دو بار مقاومت شده و میبینیم اومده باز حمایت رو به پایین شکسته شده، پول بک و حداقل به اندازه عرض مستطیل ما ریزش داشتیم توی این نمودار. سهم بعدی که در موردش صحبت میکنیم سهم شپنا هستش. میبینیم یه محدوده مقاومتی داریم اینجا، سه بار مقاومت شده روی این محدوده، یه محدوده حمایتی داریم، دو بار اینجا حمایت شده، اینجا حمایت به نظر میرسه شکسته شده اما نتونسته خودش رو زیر حمایت تثبیت کنه و دوباره انگار حمایت شده توی این محدوده. بعد از شکست میبینیم پول بک زده و به اندازه عرض مستطیل حداقل و میبینیم که اینجا حداقل چند برابر عرض مستطیل به همون سود داده. و آخرین موردمون باز دوباره روی همین سهم شپنا میبینیم که دوباره یک محدوده حمایتی داریم که چند بار حمایت شده، 4 بار اینجا حمایت شده توی این محدوده و یه محدوده مقاومتی داریم که 2 بار مقاومت انجام شده و دفعه سوم مقاومت شکسته شده، پول بک رو داشتیم و حداقل به اندازه عرض مستطیل ما تونستیم از این نمودار سود دریافت کنیم. حالا ما تونستیم الگوی مستطیل رو تشخیص بدیم. چه کار باید بکنیم؟ چجوری باید استفاده کنیم؟ ما تو استفاده از الگوی مستطیل 2 تا استراتژی داریم. استراتژی اولمون خیلی شبیه به استراتژی استفاده از الگوی مثلث. یعنی چی؟ یعنی ما بذاریم این مقاومت مستطیل شکسته بشه و بعد از شکسته شدن مستطیل و پول بک یه خرید انجام بدیم با حد ضرر همین مقاومت شکسته شده. خب حالا حد سودمون کجاست؟ اگه مقاومت مستطیل شکسته بشه به طور معمول به اندازه عرض مستطیل ما حد سود داریم و میتونیم سود دریافت کنیم از نمودار. پس ما میتونیم خریدمون رو بعد از شکسته شدن مقاومت و توی پول بک انجام بدیم با حد ضرر همین مقاومت شکسته شده با حد سود عرض مستطیل و یه خرید خوب رو داشته باشیم. استراتژی دوممون چیه؟ استراتژی دوممون بعضی موقع اتفاق میفته که این عرض مستطیل بزرگه، یعنی فاصله حمایت تا مقاومتمون زیاده و خودش میتونه یه درصد سود خوبی رو به ما برسونه. میایم چیکار میکنیم؟ میایم توی حمایت میخریم و با همون حد ضرر حمایتمون و صبر میکنیم تا برسه به مقاومت مستطیل و توی مقاومت حد سود میذاریم و از معامله خارج میشیم. منتظر میمونیم که ببینیم اگر اون مقاومت شکسته شد خرید دوممون رو طبق استراتژی اول انجام بدیم. حد ضرر این معاملمون کجاست؟ حد ضرر این معاملمون حمایت مستطیله. اگه این حد ضرر رو رعایت نکنیم
اگه شکسته بشه حمایت مستطیل طبق صحبتی که کردیم به اندازه عرض مستطیل نمودار ریزش خواهد داشت و میتونه یه ضرر بد رو به ما برسونه. خب حالا بیایم با هم یه جمع‌بندی داشته باشیم. ما امروز با الگوی مستطیل آشنا شدیم. دو تا استراتژی معامله توی الگوی مستطیل بهتون آموزش دادیم. استراتژی اولمون شبیه به استراتژی خرید توی الگوی مثلث بود، یعنی صبر کنیم مستطیل شکسته بشه توی پولبک خریدمون رو انجام بدیم. و استراتژی دوممون این بود که توی حمایت مستطیل خرید بکنیم، توی مقاومت ها فروش. توی استراتژی دوم ممکنه چند بار ما این کار رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی یه بار خرید بکنیم تو حمایت مقاومت شکسته نشه فروشمون انجام بدیم، دوباره تو حمایت خرید بزنیم تو مقاومت دوباره فروش و این تکرار بشه تا از این الگوی مستطیل خارج بشیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونید ازش سودهای خوبی بگیرید. جیبتون پرپول، البته اگه بذارن. یا علی مدد.